دوستانی عزیز روز بخیر. من با کمال میل میخواهم امروز استادم را به شما معرفی کنم. تأسیس دهنده مرکز بین المللی رشد شخصیت سما، مولتی میلیونر، بنیادگذار شماره زیادی بیزنس ها، مؤلف کتاب ها و استاد بیش از 60 میلیونر دلاردار سید مراد رجبویچ دولتوف که اکثریت میشناسند. سلام علیکم استادی عزیز. سلام علیکم سرگئی عزیز. تشکر زیاد که دعوت کردید. دیروز من و شما روزی مهمی داشتیم، یوبیلی سما 15 سالگیش. بله. میخواهم شما را باری دیگر با این تبریک کنم. تشکر. این نتیجه بزرگی مهنت چندین ساله پروفسیونالی است. رحمتی کلام. نتیجه دوست داشتن کاری خود و فداکاری است. و البته 15 سالی فعالیت خیلی زیاد است، کم نیست، درست؟ بله. از این خلاصه های زیاد برآوردن ممکن است. میخواهم اولین سوال را دهم. در 15 سال محض چی به شما بیشتر از همه الهام بخشید؟ در این مرکز کار کرده از چی لذت میبرید؟ چی گفتنی ها دارید؟ سرگئی میبینید وقتی من ایندوستری ترینینگ ها را سر کردم، همان وقت ها مخصوصا در آسیای مرکزی خیلی وزنین بود. چون که آدمان نمیخواستند برای دانش پول دهند. این برای آنها نافهما بود. فکر میکردند که از دلخواه کس به پول مصلحت گرفتن ممکن است. برای آن که فهمیش ما، ادراک ما، تصورات ما همان وقتها چندان انکشاف نیافته بود و همیشه در همه کار کلان سالان به خردسالان مصلحت میدهند و غیره. همه میخواستند که مصلحت های ما بر عوض رحمت داده شود. با رحمت تشکیلات دیر پایدار نمیماند. معاش کارمندان را دادند در کار و غیره. ولی ما همه مرحله های بحران را چندین بار پشت سر کردیم. سال 2008 و غیره، 3 بحران را، کرونا ویروس و غیره را، ما این همه را پشت سر کردیم. چون که خدمت رسانی های ما نتیجه دادند. ما در اساس نتیجه ها وجود داریم و محض نتیجه ها به من الهام میبخشند. مثلا وقتی ما کار میکنیم بعضا من خسته میشوم، تمامی روز برآمد کرده مانده میشوم. دوام 20 سال آخر من دائم به هر جا با هواپیما پرواز میکنم، در مهمانخانه ها زندگی میکنم، دائم به هر جا سفر میکنم. در نتیجه بعضا کس خسته میشود. وقتی خسته میشوم یوتیوب را گشوده تأثیرات آدمان را میخوانم. آن به من الهام و نیرو میبخشد. و یا بعضا همان رحمت و سپاسگزاری مردم را میخوانم. ما اودیتوری بسیار سپاسگزاری داریم چون که نتیجه های خوب زیادند. ما به طور عمومی قریب خود را رکلام نمیکنیم، اما کم کم بعضی رکلامه ها را در شبکه های اجتماعی میمانیم، ولی به طور عمومی خود را بسیار رکلام نمیکنیم. دیروز تو دیدی من پرسیدم کدام از شما اقلا یک بار ترینینگ های ما را به دیگران توصیه داده اید؟ من این را زود از هر اودیتوری میپرسم تا بینم و برای خود تحلیل مارکتینگی کنم. 98-99% آدمان ما را توصیه میدهند. اگر کس یک بار در ترینینگ های ما باشد عمیق توصیه میدهد، چون که اون نتیجه را دیده است. از این رو ما را پیش از همه محض نتیجه کار آن آدمانی که در سمینار و ترینینگ هایمان اشتراک میکنند لذت میبخشد. این را دیده من میفهمم که ما همان کاری را میکنیم که فایده دارد. این مضمون زندگی ماست، یعنی به مردم فایده رسانیدن و ما حلاوت میبخشد. خیلی عالی. الکی پس از 15 سال به هر حال شما خلاصه های مهمی برآورده اید استاد، درست؟ بله. در 15 سال آینده شما چگونه نقشه ها دارید؟ حالا من عمیق میبینم که بزرگترین و مهمترین مانع مکتب سما منم. زبان من است. از آن که با انگلیسی برآمد کردن نمیتوانم، اودیتوری من محدود می شود. حالا ما بسیار مواد یوتیوب کانالمان و کتاب ها را به انگلیسی ترجمه کرده ایستاده ایم. آنها الکی به انگلیسی 4-5 سال پیش برآمدند، ولی ما آنها را تبلیغ نکرده ایم. محصولات حتی اگر خوب هم باشد این معنای آن را ندارد که آدمان آن را در حال میگیرند. آن را تبلیغ کردن در کار. برای همین ما به بازارهای انگلیسی میبراییم. این چنین به خطای هندی، اسپانی ترجمه کرده ایستاده ایم. یعنی هدف نوبتی ما چیست؟ ما از اول میدیدیم که شرکت جهانی میشویم. حالا باشد ما نو به این تیار شده ایستاده ایم. مثلا کودک 15 ساله میتواند از خانه برآمده رود. ما هم به همین مانندیم. اکنون ما میتوانیم به بازار جهانی برایم. برای آن که حالا دوام 2-3 سال من باید بالای زبان انگلیسی کار کنم و برآمد نمایم و بسیار مواد را ما باید به انگلیسی ترجمه کنیم. البته می توانیم جهانی شویم. نقشه آینده ما چنین است. فهمو. بله، از این رو دوام این قدر سالها ما پایه امان را مستحکم کردیم. ریشه ها دواندیم، نتیجه ها را قوی گردانیدیم. خودت تصور کن اگر
ما توانیم که کشور درجه چهارم شویم چقدر عالی می شود. نه یکم، دوم، سوم، بلکه چهارم. اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی به طور عالی رشد نکرده است. شرایط نقص دارد. اقتصادیات سفید نیست. مشکلات خیلی فراوان است. درست؟ حتی در چنین حالت ما توانستیم بیش از 60 میلیونر دلار تربیت کنیم. درست است که تخمینا 10 کسشان وقتی آمدن الکی میلیونر بودند، اما دیگران بیش از 50 نفرشان کامیاب شدند. یکیشان از قرض‌ها رهایی یافت، دیگری از صفر بالا رفت. ولی ما این کار را توانستیم. اگر یک دو کس می بودند می گفتیم که این تصادف است، ولی ناممکن است که 60 میلیونر تصادفاً موفق شوند. این خیلی نمی شود. یعنی فرموله‌های معینی هستند که آنها را رعایت کرده موفق می شوی. این به ورزش مانند است. بله، این مثل ورزش است. کس تصادفاً چمپیون نمی شود که تو می توانی در کوچه کسی را تصادفاً زنی و یا یک بار در بازار بختت می خندد، اما نه میشه. ورزشگر تا به فینال رسیدن در یک چند دوره ها باید غلبه کند. این تصادفاً شده نمی تواند. این خیلی نمی شود. برای همین استراتژی دقیق و فهمیش خوبی کاری در کار. خیلی عالی. امروز من از 3 شاگردتان اینترویو گرفتم. آنها در حقیقت با قوتند. همه‌شان، هم قهرمان، هم شولپان و بعد بدرالدین اکرامجانویچ. آن کس هم اینترویو دادند. آنها محض نقشی سما و شما را همچون استاد در حیاتشان خیلی بلند بها دادند و من باوری دارم که در این مدت شما صاحب تکنولوژی‌های مخفی شده اید که انیق نتیجه‌های عالی می‌دهند. نتیجه‌های بی‌نهایت هم خوب. بله، به نتیجه خوب کفالت هست. به نتیجه خوب کفالت هست اگر تو همه کار را درست و پی هم اجرا کنی. و از همه مهمش آدمان گوناگون طرز کار گوناگون دارند و در سطح خودش به کیفش بار گذاشتن در کار تا که او شکسته نشود. آن همین خیل. از روی تجربه هایتان وابسته به تربیت نمودن میلیونرها، دلخواه کس میتواند میلیونر شود؟ هر کسی که خصلتش با درجه خواهش و آرزوهایش موافقت میکند و کسی که سبب بزرگی دارد. میفهمی؟ سبب در کار. و تو $1,000,000 چرا لازم است؟ سبب باید خیلی مهم باشد. کس باید به گذشتن روزهای سیاه آماده باشد. باید به پشت سر کردن لحظه های وزنین تیار باشد. حتی وقتی که نه همه کار خوب است، حتی وقتی که کس را در حال بد میماند، حتی وقتی که کس ندانسته خطا میکند. برای آن که از نو نیروی یافته خیزد، کس باید اراده متین داشته باشد. خصلت را تربیت کردن کار آسان نیست. ما می توانیم دانش دهیم. مثال به کسی متماتیک را آموزاندن آسان تر است. خودت فکر کن چرا بعضی آدمانی که دانش خیلی عالی دارند موفق نیستند؟ چون که محض همین نمی رسد. خصلت قوی نمی رسد. ذهنی معنوی نمی رسد. تاب آوردن نمی توانند و غیره. ولی اگر این خیل نگاه کنیم از روی دانش مینیجمنت، از روی دانش بیزنس پراتس ها، آنها همش رو می دانند. این همه اسباب به شمار می روند. می فهمید؟ این همه اسبابند. اینها را همه می توانند از خود کنند. اگر تو این اسباب ها را نداشته باشی، پول داده خریدن را یاد گیر. همین اسباب ها کس را دیگر می سازند. آموختن را یاد گیر. استراتژی چطور کردن را یاد گیر. تمام. این را فهمیدن خیلی مهم است. برای همین از همه اساسیش خصلت باید با خواهش‌هایت موافقت کند و باید سبب وزنین و مهمی باشد که انسان فهمد من 1 میلیون به دست میارم چون که این پولها را من به فلان کارها صرف میکنم. زیرا وقت انسان فهمیش مشخص و دقیق داشته باشد که این پولها با او چرا در کارند، پس حیاتش مضمون پیدا میکند. میداند که چرا مبارزه میبرد. انا همین فایده میرساند، خوب کار میدهد. وقتی آدمان میآیند من میبینم اگر این خصوصیت ها را ندارند، اگر گویند که من تنها پول کار کردن میخواهم و غیره، من میدانم که آنها بای میدهند. درست. چون که خود از خود به آدمان پول زیاد در کار نیست. چون که هم آدم ثروتمند و هم کم بغل یک طبق خوراک میخورد و یا یک کاستیوم میپوشد و یا یک کرته. من یگان بار ندیدم که کسی 50 کرته را پی هم پوشد. وقتی چنین امکانیت دارد، به هر حال آدم در یک کت میخوابد. نمیشود که سر در دیگر آشیانه باشد و پایها در دیگر آشیانه و بدن در دیگر آشیانه. برای همین از همه مهمش سبب است. باید سببی وزنینی باشد که تو را تا به هدف رسیدنت آرام نگذارد و تو به دلخواه تنقید آماده ای، به دلخواه پس‌زنی، به دلخواه تحقیر، به دلخواه ناکامی، به دلخواه رد کنی. بسیاری ها رد میکنند.
بسیاری ها تحقیر میکنند، بسیاری ها تنقید میکنند، خواهی نخواهی میکنند. از عائلت سر کرده تا کوچه و بازار تو را تنقید میکنند. در همه جا به تو پیشپا شدن میخواهند. تو باشی باید به این همه آماده باشی، چون که بعضا حالت برخی کسان را از امتحان خیلی وزنین میگذراند. اما گذشتن در کار. برای همین دلخواه کس میتواند کامیاب شود اگر این همه را داشته باشد. اگر این همه را داشته باشد به قله‌های بلند میرسد. استاد، خصلتро чӣ тавр тарбия кардан мумкин ва агар сабаби ба қувват набошад, онро чӣ тавр ёфтан мумкин аст? نخست محض استعداد خداداد را یافتن در کار. وقتی استعداد خدادادت را میابی، سپس فهمیدن در کار که تو چی طور میتوانی بسیار فایده بخش باشی. وقتی انسان میفهمد که چی طور میتواند بسیار فایده بخش باشد، بعد مییابد. چون که آدمانی به استعداد نیستند، این خیلی نمیشود. نگاه کن، من زود مثال میارم. انا این استکان وظیفه‌اش نگاه داشتن نوشاکی است. این برای همین ساخته شده است، برای آب نوشی. اما آن را همچون بالغچه استفاده بری، در حال عمرش به پایان میرسد. انسان هم همین خیل است. اگر انسان با رشد استعداد خدادادیش زندگی کند و به جمعیت منفعت رساند، کارهای لازمه را کرده حیاتش را پرمضمون میگرداند، خود از خود. و چون زندگیش پرمضمون می شود، او صاحب نیروی توانایی می گردد. به طور دیگر گویم، او به خداوند نزدیک می شود. این راست است، چون که او از جانب خدا برای همین آفریده شده است. آدمان چیزی نگویند، انسان بی سبب به دنیا نمی آید. او برای رسالت معینی در این زمین پیدا می شود و او باید رسالتش را اجرا کند، نه دیگر کارها را بکند. اگر او از رسالت خود دور شود، همیشه به سر ضربه می خورد، همیشه درد، همیشه عذاب. و اکنون به آن سوال برمیگردیم. همه سرچشمه مشکلات در آن است که آدمان موقع خود را یافتن نمیتوانند. همه سرچشمه مشکلات در همین است، همین خیر. اما شرط نیست که کس مثلا حتما میلیونر باشد، اما در زندگی حتما عهده برا بودن در کار. کس میتواند همچون معلم عهده برا باشد و ثروتمندانه زندگی کند. کس میتواند همچون طبیب عهده برا باشد و ثروتمندانه زندگی کند. کس میتواند همچون موسیقی نواز، مهندس، تکنولوژ، مارکتولوژ و غیره عهده برا باشد و ثروتمندانه زندگی کند. این از همه مهمترین است. از این رو هر کسی که این را فهمیده و افزایش داده میتواند، او میلیونر میشود. خیلی عالی. پسری من 2 کتابی شما را الکی خواند. همین طور؟ بله. چی طور در کشورهای اسنگ میلیونر شدن ممکن؟ و چی طور طرفی به قوت خود را یافتن ممکن؟ بله. شما باره گفته بودید که بعضا ما نمیتوانیم برای فرزندان خود استاد شویم. درست؟ بله، عیناً همین. و خوش. خوب است اگر ما طرفی به قوت خود را در جوانی یافته توانیم. درست؟ این خیلی مهم است. و هستند آدمانی که در 45 سالگی هم خودشان را یافته پورا فهمیده نتوانستند. بله. به هر حال انسان باید چی طور راه خودش را یابد؟ حالا میگویم، نگاه کن. اگر انسان الکی بالغ باشد، او الکی تجربه های معینی دارد. او خود را در آنجا سنجیده است، در اینجا سنجیده است. او در یکشان سمت ها الکی خودش را سنجیده است. در حقیقت چنین است و بعضا چنین می شود که او 50 ساله است و 10 سمت ها را سنجیده است و از همه عجیبش او در آن جای قرار دارد که 20 سال پیش بود. تصور میکنی؟ او کار کرده رزقش را مییابد و در همان سطح میگردد. برای چی؟ برای آنکه او واقعا خود را نیافته است. من در کتاب چطور طرفی به قوت خود را یافتن ممکن یا انکشاف فکرانی ایجادکارانه درباره آن میگویم که نخست تنها شینید و بینید که چه کار به آسانی از دستتان می آید و شما به مجبوری آسان از عهده‌اش می برایید. خودتان را مجبور نمی کنید، اما همزمان شما می بینید همان کاری که از دستتان به آسانی می آید از دست کسی با عذاب می آید، ولی شما آسان از عهده‌اش می برایید. اگر با دقت نگاه کنید واقعا چنین آدمان هستند. این یک. دوم، از چه نیروی شما زیادتر می شود. کاری را کرده گویا بال می برارید، به خود باوریتان زیاد می شود. زیرا باوری انسان به کاری که خوب میتواند مستقیما پیوست است. کاری که خوب میتواند باوریش را میافزاید. اگر کس کاری را نتواند روح افتاده میشود و خود را خرد حس میکند و غیره. خوش، این مهمترین چیز دوم بود. و سوم، بینید روی خط 10 سمتی را ترتیب دهید که فوراً کرده میتوانید. طبق همان خصوصیت ها تحلیل کنید.
و بعد با سه چیزی مهم رو بینید. کدام از آنها درآمد بیشتر دارد؟ چون که دنیای ما همین خیلی آفریده شده است. کاری را کن که درآمد می آرد. درآمد اثباتی واقعی کار درستی توست. میفهمی؟ این تصدیق است. ها، بله. این تصدیق است. میفهمی؟ مثلا دلخواه سراینده را میگیریم، دلخواه مهندس را میگیریم، دلخواه رسام یا راننده را میگیریم. اگر او کاری درست کند، فرمایش‌هایش زیادتر میشود. اگر او کاری نادرست کند، فرمایش‌هایش کم میشود. درست؟ دلخواه کس را گیر، مثال طبیب و غیره را. پس درآمد اثبات آن است که تو پروفسیونال هستی و یا از رقیبان قفا میمانی. از این رو همین خیل کن، آنگاه بای میشوی. من به کلانسالان همین گونه مصلحت میدهم. به سوال پیشینت باز یک چیز را علاوه کردن میخواهم. وابسته به خصلت. خصلت از استعداد دیده مهمتر است. خصلت از استعداد دیده بارها مهمتر است. مثلا ببین، کودک در مکتب به نظر بچه خوب می نماید. اگر خواند او بچه خوب است، اما تنبل است. میفهمی؟ او تنبل است. از سبب آن که تنبل است، استعدادش را استفاده نمی برد. استعداد بلند دارد ولی می ترسد. ترسش بیشتر رشد یافته است. و یا او استعداد خیلی عالی دارد به درجه اعلی، اما چنان نامتشکل است که در آخرین دقیقه کوشش میکند یگان کاری کند و همه کار را به فردا میگذارد. خصلت از استعداد دیده مهمتر است. تربیه خصلت باشد در عائله سر میشود. در عائله؟ عائله، محض عائله تربیه میکند، نه مکتب، نه باغچه، نه دولت. انا همین را فهمیدن خیلی مهم است. پایه خصلت از ایام کودکی در عائله گذاشته میشود. کودک چی را می‌بیند؟ کی برایش قهرمان است؟ در کدام محیط زندگی می‌کند؟ مثل کی شدن می‌خواهد؟ و خیلی مهم است تا که کودک وقتی خالی بسیار نداشته باشد. اگر کودک وقتی خالی بسیار داشته باشد، باور کن اگر تمامی روز با او تلفنت را دهی تنها بازی می‌کند. او دیگر هیچ کار نمی‌کند. پگاه هم دهی همین کار را می‌کند. یک ماه دهی یک ماه همین کار را می‌کند. خوب است اگر او بازی کند، چون که همین طور دم میگیرد، اما در چهارچوبه معین با ترتیب معین. او باید افضلیت را حس کند. چی مهمتر از چی نه؟ او باید فهمد که چی نتیجه بیشتر میدهد و چی نتیجه کم. انا از همین جا خصلت تشکل مییابد. خصلت چیست؟ مستقلیت است. کار را تا آخر کردن است، تا باور بودن است، پشت سر کردن مشکلات است. خصلت میتوان گفت دیدن نتیجه نهایی و وقتی که مشکل است تسلیم نشدن است. همه اینها خصلت است و این را در خود تربیه کردن در کار. خیلی عالی. و از همه عجیبش مهم نیست در کدام سن و سال. خصلت به زمین کشت مانند است. میدونی عیناً مثل زمین کشت است. اگر تو هیچ چیز نکاری در زمین علفهای بیگانه میروید. خصلت مثل همین است. سن و سال مهم نیست، خواه سن 50 باشد خواه 40. اگر انسان با عقلانه و با ترتیب زندگی نکند، خصلت او آهسته آهسته او را به آدمی بی ترتیب تبدیل می‌دهد. آهسته آهسته سلامتیش را بای می‌دهد. کمی اینجا سهلنگاری می‌کند، کمی آنجا خراجات بیشتر است، کمی اینجا بای دادن هست و غیره. آهسته آهسته انسان باوریش را گم می‌کند و او فهمیدن نمیتواند و مهمترینش بعداً او با گذشته خود زندگی میکند. در گذشته نادرست تشکل یافته اکنون میگوید میدانی من کی بودم؟ میدانی وقتی ما موفق بودیم این همه هیچ بودن. او با گذشته تیره خود هوا بلندی میکند و تمام. برای همین خصلت از استعداد مهمتر است. من پورا با شما هم فکرم. استاد، حیات و روزگاری من و شما بسیار به یکدیگر مانند است، درست؟ برای همین ما یکدیگر را یافتیم. خوش. اما همه آدمان برابری من و شما کوشش و غیرت ندارند، درست؟ بله. ما همه مشکلات ابتدایی را پشت سر کرده توانستیم. بله. تنها بعضی بچه‌ها بختشان چندان نخندیده است. آنها با چنین استادان وا نمیخورند تا که معلومات گیرند. در عائله آنها چنین امکانیت‌ها نیستند. بله. اما این نوار را دیده شاید آنها یگان خیل خواهش پیدا کنند. بله. تا حیاتشان را دیگر کنند. اگر آنها امکانیت‌های بالایی را نداشتند، باید اکنون چیکار کنند تا که به هر حال حیات آیندهشان را بهتر سازند؟ پیش از همه محیطت را دیگر کن. حتی اگر در کار باشد به دیگر شهر برو.
رو در دیگر جا زندگی کن. این مهم است. برای آن که باید در بین آدمانی باشی که موفق شدن میخواهند، در بین آدمانی که سوی کامیابی حرکت میکنند، آنگاه خود از خود بالا میروی. این یکم است. دویمش این است به طور جدی فکرانی را دیگر کردن در کار. وقتی محیط را دیگر کنی، فکرانی را دیگر کردن آسانتر است. با هم پیوستگی دارند. ادراک تغییر می‌یابد، فهمیش تغییر می‌یابد، نقطه نظر و باوری تغییر می‌یابد. همین خیل. و سوم، با دلخواه ترینینگ های رشد شخصیت رفتن در کار. با دلخواه ترینینگ یوتیوب پلتفرم بزرگ آموزشی است یا کتاب‌ها خیلی خوبند. و اگر کس برای خود استادی یافته تواند عالی می‌شود. استاد را چطور انتخاب کردن در کار؟ کسی را انتخاب کردن در کار که شکل حیاتش به تو پسند است، نه تنها گپ‌های او، بلکه او کی بود، او برای چگونه نمونه است. نه تنها دانش او بلکه طرز حیاتش نیست. وقتی استاد را همین خیل انتخاب کنی خیلی دور میروی. من به چنین آدمان این گونه توصیه میدهم. مهم نیست که آنها 50 سالند یا 60 ساله. مهم نیست. چرا؟ یک حقیقتی که من خیلی خوب فهمیدم این چیست؟ مهم نیست که تو چند ساله ای. این در درجه دوم قرار میگیرد. مهمش حالا قرار قبول کردن و عمری باقی مانده را بای ندادن. من در یکی از کتاب‌هایم نوشتم زندگی آنچه که باقی مانده است، نه آنچه که زیستیم. آنچه که زیستیم نیست. اکنون فخر کردن یا پشیمان شدن در کار نیست. زندگی آنچه که باقی مانده است. پس حیات باقی مانده را اگرچه یک روز هم باشد طور زیستن در کار که آرزو میکنی. طوری که هست زیستن در کار نیست. طور زیستن در کار که واقعا آرزو میکنی، حتی اگرچه یک هفته مانده باشد هم این کارو کردن در کار. تو خود حاضر از شالپن اینترویو گرفتی. بله. او وقتی پیش من آمد سینش از 50 گذشته بود. تصور کن. او حیاتش رو دیگر کرده توانست کو. در 7 سال. بله. میبینی من شاگردی دارم که در 86 سالگیش پیشم آمده است. در بشکک. نامش تاتیانا. او با من گفت اینقدر وقت شما در کجا بودید؟ پیشتر. و میدانی او در ترینینگ های من 2 سال باز اشتراک میکند. بسیار کارها کرد. چون این زنی هست که در روسیه به درس های ما می آید. ما او را لیدی 66 می نامیم. شاید تو او را یکم وقت دیده باشی. او 66 ساله است. او همه درس های یوتیوب کانالم را کانسپیکت کرده است. در 17 دفتر عمومی همه‌اش رو کانسپیکت کرده است. دوام 2 سال. استحصال خود را کشاده است وابسته به مصالح ساختمان. تصور میکنی؟ من فکر کردم او 66 ساله است. نامش را فراموش کردم ولی ما او را لیدی 66 می نامیم. همین در یادم مانده است. او در مینی مستر کلاس هایم اشتراک می کند. با ترینینگ هایم می رود. استحصال مصالح ساختمان را به راه مانده است. فکر کردم انا نمونه. این نمونه عالی است. به کس الهام می بخشد. کس روح بلند می گردد. و یا ویکتور هم 50 و چند ساله است. بله. ویکتور را دیروز دیدی؟ بله. او در یوتیوب درس‌های ما را گوش کرده. امروز میلیونر شده است. من حیران شدم استاد. توسط یوتیوب کانال ما او میلیونر شده است. میدونی؟ همون روزی که از تو اینترویو گرفتم من همچنان از او هم اینترویو گرفتم توسط اینترنت. میدونی؟ او از منتداری قریب گریه میکرد. گفت میدونید استاد شما صفت زندگی تمام عائله مرا بهتر کردید. ما هر روز در حقتان دعا میکنیم. میدونی این برای من بسیار گوارا بود. آن همین به من برای دوام دادن نیرو میبخشد. در حقیقت همین خیلی است. بله درست. هر دفعه وقتی که من میآیم همه خویشاوندانم رو نیز دعوت میکنم. من میبینم که نه همه آنها به آمده خواندن میل دارند. من میپرسم که چرا؟ برای چی؟ من آمده میروم. در هر یک آمده رفتنم $1,000 صرف میکنم. بله. برای آمدن و رفتن و غیره. بله. و میپرسم که شما چرا نمیخوانید؟ آخر شما در همین جایید، در همین شهر هستید. میتوانید بیایید. این امکانیت خوب است. برای آنها مفیدتر است. بله. زود آدمان درباره آن میگویند که آموزش فایده ندارد. یا آنها یگان خیل نتیجه را نمیبینند و یا به این همه باوری ندارند. گمان میکنند که این یا آن کس تصادفاً میلیونر شده است. من به همه شاگردانتان سوال دادم آیا عائله همه شما میلیونر بودند؟ و همه آنها گفتند که نه و از جمله عائله شما هم. درست؟ بله. من به پدر کلان شدم. وقتی پدرم وفات کرد 1 ساله بودم. پدر من چوپان بود. مادرم در کلخاز کار میکرد. ما همین طور کلان شدیم. اما عائله من دارا بود.
برای آنکه در دهه کی داراست، همانی که رمه گوسفندان دارد. و من در چنین عائله به وای رسیدم. اما سالهای 90 ما همه را از دست دادیم. چرا؟ چون که 3 بار پول عوض شد. سپس جنگی شهروندی، من به شهر آمدم. من خیر از این رو شرط نیست که در عائلتان کسی میلیونر باشد. شما می توانید اولین شوید، درست؟ بله، شما می توانید اولین میلیونر شوید که برای نسل‌های آینده‌تان استانداردهای نو می سازید. این خیلی مهم است. این نقش بسیار کلان می بازد. من چنین فهمیش پیدا می کنم که مثلا حیات امروزم را می بینم و حیات فرزندانم را. اگر انسان ثروتمند باشد، او حیات فرزندانش را 30 سال صرف می کند. آنها 30 سال عمرشان را صرف نمی کنند تا چیزهای عادی ترین ابتدایی را فهمند. سرمایه ابتدایی داشته باشند و غیره. از همه مرکبش همین است. از همه دشوارترین، این درازترین راه است. و چون پدر و مادری داره که این کار را می کنند، با چشمانت می بینی، در این محیط به وایه می رسی، زود می فهمی. بعضن از من میپرسن اینقدر پول چی در کار؟ من میگویم پول برای صرف کردن اقلا 20 سال عمر فرزندان در کار است تا آنها با جستجو عمرشان را نگذرانند. بله استاد، شما با فرزندانتان چی را میآموزانید؟ مهمترین پرینسیپ ها کدام هایند؟ مهمترین پرینسیپ های من 5 تا اند. 5 تا. پرینسیپ های اولین درجه. پیش از همه با آنها خدا ترس بودن را می آموزانم. من فهمیدم که وقتی ذهن معنوی انسان رشد یافته است، او به دیگران بدی را روا نمی بیند. ذهن معنوی گفته بعضی ها دین را می فهمند، بعضی ها آدمگری را می فهمند، بعضی ها باز دیگر چی را می فهمند. اما ذهن معنوی همین است، طرز حیات سالم و درست. من این را ارزش بلند انسانی می نامم. یکم همین را می آموزانم. دوم به آنها محض رشد قابلیت را می آموزانم. من حتی پسرم را مجبور کردم تا به ترینینگم پول داده بیاید. پسرم 8 سال پول جمع کرده بود و او در مستر کلاس من پول داده اشتراک کرد. همین خیلی است. او گفت که پدر میخواهم در ترینینگ های شما اشتراک کنم. من گفتم خب پسرم، فکری عالی، خیلی شادم که این را میخوایی. کی پولش را میدهی؟ او گفت من پسر شمایم کو. گفتم که بله، پول دادن در کار پسرم. من میتوانم نه همیشه با تو باشم. هیچ کس کفالت نمیدهد که من پگاه زنده خواهم بود. من همین خیل پدرم را گم کردم و پسرم همین خیل گفتم. هیچ کس نمیداند که من چند سال با تو خواهم بود. اما فراتر از این تو باید فهمی به چی پول دادن در کار، به چی نه. تو باید افضلیت را فهمی. تو میتوانی انتخاب کنی ولوسیپد میخری یا تلفن یا چیزی دیگر و یا به آموزش میروی. میدانی او به آموزش رفت، پولش را داد، کمی پولش نمیرسید، از کسی قرض گرفت، از مادرش یا کسی دیگر. همسرم او را راضی کرده گفته از پدرت به هر حال تو را به درسایش میماند، تو پول نده، در کار نیست. او باشد برای خود پول جمع میکند. بعد مادرش در بانک برای او صورت حساب کشاد، برده آنجا میماند. همین خیلی کم کم از کجا پول جمع میکرد؟ بعضن بیبیش نفقه پولیش را میداد، بعضن بابایش میداد، بعضن من، بعضن بهای 5 گیرت من پول میدادم. همیشه برای دستاوردهای خوبش مکافات پولی میدادم. همین طرف تربیت میکردم. اسلوب سیومی من همین است. حالا با این موضوع برمیگردیم. خلاصه او همین طور پول جمع میکرد. من گفتم که پول سپار. او پول سپرد و بوغالترم آن پول را آورده گفت پول محمد علی را میگیرید؟ من گفتم که نه، مثل همه به کس سپارد. و همه گروه من شاک شدند. آنها به من گفتند شما واقعا همین خیل میخواهید؟ من گفتم بله، من پسرم را فریب کردنی نیستم. میخواهم که او از ایام کودکیش برای دانش پول دادن را یاد گیرد. همین خیل. برای همین این خیلی مهم است. سیومی چیزی که می آموزانم، برای هر یک دستاورد مکافات می دهم. پول می دهم، مخصوص پول می دهم یا چیزی تحفه می کنم. اگر او خوب خواند، اگر یگان سوره قرآن را از یاد کند، اگر در مکتب اعلا خواند، اگر یگان کاری را خوب اجرا کند، مثال اگر یگان سپارش را به طور عالی اجرا کند، تا او فهمیش پیدا کند که با عقل بودن فایده‌ناک است، خواندن فایده‌ناک است، با عقل پول کار کردن فایده‌ناک است. همین طور من به فرزندانم می آموزانم که کار ایجادی معاش از همه بیشتر دارد. تو می توانی پول بیشتر گیری اگر فکر کنی، اگر مهنتی جسمانی کنی. حالا آن چندان ارزش ندارد. باز اینکه به زودی همه این کارها را ربات‌ها می کنند. تکنولوژی‌ها
این خیلی مهم است. پدیده چهارم که من می آموزانم با آدمان کار کرده توانستن است. چطور کار را تشکیل کردن، چطور گروه تأسیس دادن. من فرزندانم را مجبور می کنم که در مکتب آهسته آهسته با گروه سر و کار گیرند، با گروه کار کنند و غیره. اگر بینم که با گروه سر و کار نمیگیرند، خودم تشکیل می کنم و می گویم برو دوستانت را جیغ زن و بگو که این کارا کنید، آن کارا کنید. در بسیار مکتب ها فرزندان من سردار صنفند. من کوشش میکنم که آنها دائم با گروه سر و کار گیرند، چون که باید این را یاد گیرند وگرنه نمی شود. و پنجم، پرینسیپی من این خیلی است. فرزندان من باید کاری را توانند که من در سن و سال آنها نمی توانستم. آنها باید آن چی را دانند که من در سن و سال آنها نمی دانستم. من آنها را به بسیار سفرها میبرم و آنها دنیا را نشان میدهم که در سن و سالشان من ندیده بودم. همین کار را میکنم. پرینسیپی من همین است. به آنها دنیا را نشان میدهم تا فکرانیشان تغییر یابد. آنها را به سفرها میبرم، به چندین کشورهای عالم میبرم محض با همین هدف، تا که دیده پخته شوند. با شرکت‌های گوناگون، با آدمان گوناگونی موفق شناس میکنم. انسان وقتی که میبیند زودتر میفهمد. اگر نبیند در حال دانش مشخص پیدا نمی کند. مثال ما وقتی کلان شدیم فکر میکردیم ماکسیم گورکی یا لنین آدمان خیلی با عقل بودند. من باشم هیچ کسم، چون که ما آنها را ندیدیم. من فرزندانم را برده با بزرگان شناس میکنم. پسرم را برده نشان دادم که در اینجا دونالد ترامپ زندگی میکند. او هم مثل تو آدمی عادی است. در یاد دارم که بار فرزندم را با خود گرفته به واخوری وزیری رفته بودم، چون که من برای تربیت فرزندانم وقت زیاد ندارم. اما اگر وقت یابم فرزندانم را دائم با خود به هر جا میبرم تا که آنها شینند، خیزند، شنوند، بینند من چطور زندگی میکنم، چطور گفت و شنید میکنم. همین خیلی است. به مالزیا، به بانک مرکزی مالزیا رفتم. در برم دخترم بود. من انگلیسی رو نمیدونم که دخترم ترجمانی میکرد و او 9 ساله بود. او 9 ساله بود؟ او 9 ساله بود. آنها به من گفتند این دخترک کیست؟ من گفتم او یاور من است. او ترجمه میکند. این بسیار جالب بود. من با انگلیسی گپ زدن نمیتوانم، اما فرزندانم میتوانند. من او را با خود گرفتم. او 9 ساله بود. او خوب ترجمه کرد. آن آدم حیران شد. من همین خیل میکنم. با وزیر واخوری داشتم و پسرم را با خود بردم. گفتم که پسرم به یک جا میرویم. او گفت به کجا؟ گفتم به واخوری وزیر. او گفت پدر مرا میمانند. من گفتم بله، میخواهم تو یاد گیری. تو آرزو میکردی، تو دیدی. بار او را به واخوری دیرکتوری بانک ملی برده بودم. گفتم گوش کن، از تو خواهشی دارم. پس از کار بعد ساعت 4-5 مرا با گروه هم قبول کن. با خود 8 کس را گرفتم، جیانهایم، فرزندانم را، و به بانک ملی رفتیم. میدانی چرا؟ چون که خواستم آنها بینن. من یکی رو پرسیدم تو کی میشوی؟ گفت که تاکسیست میشوم. تو کی میشوی؟ من کلان شوم دیرکتوری مکتب میشوم. تو کی میشوی؟ کارمند گئی میشوم. چرا گئی؟ چون که عمکم کارمند گئی است. چرا دیرکتوری مکتب میشوی؟ چون که بیبی ام دیرکتوری مکتب است. چرا تاکسیست میشوی؟ چون که پدرم تاکسیست است. من در حال فهمیدم این آدمان از ایام کودکی تنها آن چی را آرزو میکنند که میبینند. اکنون تو فکر کن، من آنها را به شرکت‌های گوناگون می‌بردم. ما به کابینت دیرکتوری بانک ملی در آمدیم. از آنجا می‌برایم. من شام در خانه در سر دسترخوان می‌پرسم تو کی می‌شوی بانکیر؟ تو کی می‌شوی میلیونر؟ تو چی؟ انسان وقتی می‌بیند می‌فهمد که این واقعی است. فکرانی و جهانبینیش تغییر می‌یابد. بله درست. او الکی در همین سطح قرار می‌گیرد. خود را تیار می‌کند.